با همسرم به این نتیجه رسیدیم که لیفت بهتر از بوتاکسه. تغییراتی که خودتون دوست دارین توی صورتتون اتفاق بیفته چقدر نظر خودتون بود، چقدر نظر دکتر بود، چیا دکتر بهتون گفتن؟ خودم نظرمو گفتم ولی بیشتر سپردم دست آقای دکتر دیگه. گفتم خودم میسپرم دست خودت. چند تا از نمونه کارهای دکترتون مطب دیدین؟ اون روز که رفتم خیلی شلوغ بود، دیدم زیاد دیدم. استرس دارین؟ نه الان بهترم. آقای دکتر رو دیدم خوب شدم. خدا رو شکر. اخم شدید؟ لبخند؟ لبخند؟ گیرم رگ خوابت توی دستاشه، گیرم مثل من باشه، مغرور و عاشق، گیرم مثل حرف باشه، گیرم دوست داره اندازه خودم که عاشقت شدم. ای داده بیدار داره باز اون لحظه رو یادت میاد، چشماتو بستی چشمامو یادت بیاد.